هی دود، من دای قلندروفم و امروز اومدیم ریاکت کنیم به بهترین میم های دورچی، پیشرو و آیسان اسلامی، یعنی سه تا از ترندترین نفرهای داخل اینستا. یعنی میماشون ترکونده، یعنی اینستای هر ایرانی رو باز کنی یعنی 100% یا میم دورچی یا پیشرو یا هم آیسان اسلامی رو میبینی و بهتریناشون گلچین شده، جدا شده و امروز قراره بهشون ریاکت کنیم و یک ویدیو بسیار بسیار عالی، یعنی تاکید میکنم بسیار بسیار عالی رو کنار هم داشته باشیم. پس let's go. چا شروع میکنیم با میم اول از همه ایپادا رو باید بذاریم و let's go. نوشته اتفاق عجیب در ترافیک جاده چارلوس همکنون. آجی دهنه تو سرویس. یعنی فکر کن آجی چقدر سم باشی، یعنی داخل ترافیک چارلوس دیده آجی ترافیک مثلا ما هم نمیرسیم، رفته اون همه رو گرفته رفته بالا این ویدیو رو ضبط کرده. خیلی دهنتون سرویس آجی. اصلا از کجا میاد این ایده آجی؟ این ایده از کجا میاد؟ نشته که خیلی سمه این بشر. این میم آیسان اسلامیه. ایشیزاکی کاکرو یوگا سوباسا اوزارا دایی سوباسا. این ساختمون مال من بود، نوک میشستم اون نوک وای شاش میکردی از اون بالا چه حالی میداد. حاجی مایندست منم همینه، یعنی مایندست منم همینجوریه. میگم حاجی اگه برج داشتیم فکرای سم دیگه، مثلا میرفتم از بالا رو مردم مثلا توف میگردن یا همچین چیزی. مایندست منم همینجوریه. مریضه حاجی، این مغز مریضه. این صاحب اینا چیه؟ وضعیت این روزا اکسپلو. این دوتا رو حاجی من خیلی دوست دارم، اینستاشون هم دارم. اسم یکیشون افشینه، اسم اون یکیشون نمیدونم، ولی حاجی این دوتا خیلی خفنن. تو همون خواننده نیستی؟ برو سخت به همه فش میدی؟ اون که داد منو هرس من پس همونی. بی پایین؟ بی پایین؟ ببینم این بالا. دیدی گفتم میام بالای سخت؟ عجب کی یاسین اون رفت بالا آخر سخت اومدم. حاجی، رفت بالا سخت. اصلا واسه چی فش میدی؟ گفتم اونی که منو هرس داد. راست میگه. اصلا کاری به این کارا ندارم. واسه چی میای بالای سخت میخونی تو؟ بیوش قشنگ دیگه. دهنتون سرویس. دیدم که خواستشم میدونه که قرار نبود کنه بچه بیا پایین سر میداد گرفت بابا. الان میخواست بزنه حاجی. میمای دورچی تهشه، یعنی آهنگش هم من واقعا حاجی طرفدار پروپا قرص دورچی هم جدی، یعنی همه آهنگاشو حفظم، همه رو گوش میدم و واقعا حاجی ترکونده دیگه. بریم میم بعدی. آتئیست ها دم در بهشت. خدا پیشرو هم قدیما خیلی سم بوده. آها آها نوشته این چیزه، اینو یکی دوبله کرده حاجی. اینجا هم تگای اینستا اکثرا اونایی که ویدیو رو ساختن زدن روش، ولی بعضی اصلا نزدن، بعد دزدی میکنن میذارن داخل اینستا. اینستا هم که دیدید دیگه هیچ قانون کپی رایت و اینا هیچی نیستش. بعد شرمنده دیگه آقا دیگه شما ببخشید ما رو، چون که تگاتون رو من خودم مثلا نگرفتم ویدیوها رو که تگا رو میزدم و امیدوارم که راضی باشید دیگه. چیز میکنیم این یکی هست فکر کنم الان یکی نوشته چیز تنز، حالا این فکر کنم برداشته ویدیو رو گذاشته، ولی ویدیو اصلیش فکر کنم یکی گذاشته به نام محمد دوبله یا نمیدونم چی دوبله. حاجی ویدیوهاش خیلی خفنه. یه الان گرفته آهنگ دورچی رو مثلا بالم خیلی وقت خالیه. دوست دختر محمد آقا پیدم گفتم بیا با هم بریم سمت آبگر. یکم مست بودم جاده رو ندیدم، آینه ی نیسان رو مالیدم. گفتم حاجی دیدم محمد تایلند. پیاده شدم دیدم یارو نرخره، پیاده شد توی شلوارم ششیدم. که با خونه دایی مینا خوابیدم. دایی زنم گفتم این الان جای دم شد. داییم گفت حاجی کلمون خالیه. منم سری دو نخ به هم منو چاقیدم. بچه های هلال همه رو تا دیدم. گفتم کنی نسی محمد قبلیونه تو چشمون قشنگه. آقا این ببین حق پلاسه، یعنی
همه حاجی تشنه اینجوری نشستن، همین که تو بطری نوشابه رو برمیداری، بطری دوغ، اصلا پارچ آب رو برمیداری، همه یه دفعه تشنهشون میشه. همه برای منم به 1 ساعت باید بگیری بچرخونی دور سفره برای همه بریزی. خب بلند شو خودت بریز دیگه اگه تشنته. لونه کرده واقعا حق. شبهای سیاه وقتی داشت بزرگم نصیحتم میکنه همون لحظه مغزم این منم. هر کی داره من اصلا وسط درس معلم مثلا داره ریاضی درس میده، من مغزم اینجاست، یا مثلا مغزم توی اون آهنگ هندی هست میگه بولی چولیا داره دندانه یه همچین چیزی، حالا نمیدونم، ولی مغزم اونجاست یا اینجاست. اصلا معلم داره درس میده من چی میگه، داره نصیحتم میکنه، هیچ، اصلا مغز یه جا دیگه است، جسمم اونجاست، مغزم یه جا دیگه مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده، تو اعصاب من میرسه. نهار نداریم، خوشحالی میشه درست بکنیم. اون که نهار نداره رو گایدم. واقعا حاجی فردا ظرف کسی کام میشه. اون که ظرف کسی تو گایدم. واقعا حاجی اصلا باباش این راننده سر زبون آدم افتاده. اون که راننده نشسته رو گایدم. حاجی ایدهشون باله فندک دلاغت. اون که فندک نداره رو گایدم. منم حاجی این آهنگ اومده بود، یعنی انقدر گوش داده بودم، هم بعد روزه اول مثلا اینجا ما بین بچه‌ها مثلا هی بندی اسنپ میفرستیم و مثلا از اسنپ میفرستیم برای هم و اینا. این بر حالا داخل ایران حالا زیاد استفاده نمیشه، ولی اینجا بچه‌ها خیلی اسنپ استفاده میکنن. بعد مثلا من حاجی داخل چیز بودم، وقتی دکتر داشتم داخل مطب بودم و اینجوری عکس از مطب نوشتم مطب دکتر فلان. بعد آقا داخل اتوبوس بودم داشتم میومدم خونه عکس میگرفتم برای بچه‌ها میفرستادم اتوبوس و فلان. آقا هر چی میشد من از اسنپ چت عکس میگرفتم مینوشتم فلانی رو فلان. آقا اصلا این آهنگ اصلا گرفت افتاده بود سر زبونم، اصلا فقط جلو خانواده خودم میگرفتم که همچین چیزی نگم حاجی. تهش ای خدا وقتی رفیقم میگه تراپیست میشناسم، خیلی ارزون میگیره تراپیست. هر کاری تو این دنیا عشقت میکشه بکن، کس خار هر کی که بخواد بگه آقا دختری داری اصلا دلت میخواد هر روز با یکی باشی، ببخشید کس خودت، کس خار مادر مردم، چیکار داری کی میخواد چی بگه؟ اینم یه شهر بزن بگن آقا یارو جنده است، تو خودت کی میدونی پیش خودت چیکاره؟ من نمیدونی. اینم حق کس چی نمیخوری؟ کس مادر به نسبت هر کی که بخواد صحبت. حاجی اینم راست میگه، تراپیست اینجوری بیشتر به من میچسبه حاجی. تایی که بخوام برم اونجا آقا تراپیست بشینه صحبت کنه بعد بگه این نمیدونم ریشه در کودکی داشته و نمیدونم فلان، جمع کن. اصلا من به تراپیست آقا من اصلا اعتقاد ندارم، همش چرت و پرته به نظرم. حالا بعضی اعتقاد دارن، بعضی حالا میرن پیششون خوب میشن، بعضیا میرن تأثیری نداره، نمیدونم اوناشو دیگه. علمش هم ندارم، بعدم این زیاد درباره‌اش صحبت نمی‌کنم، ولی آره دیگه مدیر مدرسه میدونم کی گوشی برده. اون که داره میگه بیا پایین، اون که خواستن بچی رو گایدم، اون که خواستن شما سخت باشه دارو نداری دلی شکست دهنتون سیست. ادیتش خیلی قوی بود. ادیتش اونجایی که اینجوری چک میزنه و صورت دورچین، واقعا ادیتش قوی بود. ایدهش هم باحال بود. دم سازندش هم گرم حاجی. نوشته که این میم دورچی و پیشرو با هم جفتشون دیگه میشه اون که دنبال فرصته پوتین نسخ قدرته اونی که صبح بیدم کرده رو گاییدم، نسخه قهوه سازو گاییدم، قضی برق اینو گاییدم، همونه داره برقه رو گاییدم، تو ترافیک چرا قرمز رو گاییدم، همین هوای تخمی رو گاییدم،
اونی که بهم زنگ زد و گاییدم زندگی تخمی و گاییدم توی استانبول عربا رو گاییدم توی تابستون بنکر رو گاییدم رفتم دریا کوسا رو گاییدم اونی که بهم پشت داد و گاییدم حواسم به تک حاجی این ایدهش واقعا این بشر رو من میشناسم حاجی، خیلی سمه. اسمش فکر کنم سینا سپرد یه همچین چیزه، اسمش سیناست خلاصه. داخل اینستا حاجی ترکونده ویدیوهاش، دمش هم گرم. این ویدیوهاش هم واقعا باحال بودش. اینم حاجی یه میم پیشروه، مثل اینکه قدیم‌تر بوده یا هرچی. اینم در آوردن نوشته پدرم 5 دقیقه قبل رسیدن به مهمونی تو ماشین. تک کس و شعراتون وقتی همسایت برای بار 68 زن و بچه تو گاهی دهنت سرویس حاجی. چقدر هم قافیه شده بود زن و بچه. دهنت سرویس حاجی. من فکر کنم اگه ایران بودم اون همسایه بودم حاجی. من اون همسایه میشدم احتمالا. خیلی ناهم گوش میدم. یعنی 1 ماه اومده من هر روز دارم گوش میدم، روزی حداقلش 5 بار. اصلا زده نمیشم از یعنی نمیدونم چجوریه. یا آهنگ دیگه هم دورچی داشت حاجی، آهنگ پیله که میگه پرانم پر زد. اون حاجی اون آهنگش تهشه، اون آهنگش خداست. یعنی اون آهنگو من دهنش سرویس کردم انقدر گوش دادم. اون موقع دورچی زیاد معروف نبود ولی الان دیگه به حقش رسیده حداقل. حالا یکم شناخته تر شده ولی دمش گرم. بریم. وقتی یکی ازم پست برنامه برای آینده دور این بچه طرز حرف زدن یه ایران رو عوض کرد. بچه‌های کوفه باشن بگیرید کنکشو ناله کن کنکش خوبی که فوکس من ای کوفه خلبانای پسر شاه باشن کنکشی هستی ناله کن کنکش ناله کن کنکش آرگوزه مودی باشه 5 دقیقه دیوانه از 5 دقیقه میخنده جان کودی تاگر خسته ناله کن کنکش کودتاگر. حاجی این بشر واقعا طرز حرف زدن یه ایران رو واقعا عوض. یعنی من خودم درسته تو ایران نیستم ولی توی فضای مجازی و اینا میمای ایران رو زیاد نگاه میکنم، یوتیوب ایران رو زیاد نگاه میکنم. واقعا حاجی تو زبون منم نشسته. مثلا هر چی میشه اسنپ میفرستم برای بچه‌ها یا اینستا استوری میذارم، میگم فلان چیز باشه، فلانی چیز باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، بچه‌های ایران باشه، نمیدونم. خیلی حاجی واقعا طرز حرف زدن همه. حتی من حاجی یه ویدیو دیدم، نمیدونم واقعی بود یا نه، ولی پسره رفته بود اینجاش تتو کرده بود نوشته بود ناله کن کنکش. بعد آقا این بشر آیسان اسلامی وقتی که فوش میده اصلا فوشاش میچسبه. یعنی وقتی فوش میده آدم حال میکنه، میدونی؟ یعنی اینجوری نیست که وقتی فوش میده بگی اه این چقدر بیادبه یا نمیدونم اه چقدر نچسبه یا همچین چیزی. ولی خیلی مشکیه. دورچی هم دمش کرد. رضا پیشرو هم که عشق دیگه، شاه پیشروه، چیزی برای گفتن نیست. و اگه یه پارت دیگه هم بچه از این ویدیو میخواید، چون از این میم ها خیلی زیادتر هست، حتی میم های سمتر از این هم هست، میتونم براتون پارت 2 بگیرم. و دمتون گرم که نگاه کردید. و اینکه به کانالم سر بزنید. البته ویدیویی ندارم فعلا، 2-3 تا شورت ویدیو هست ولی میخوایم فعالیت شروع کنیم سنگین. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اگه نظری دارید چه مثبت چه منفی داخل کامنت ها میتونید بنویسید. من کامنت ها رو میخونم اگه باشه. و اینکه دمتون گرم که نگاه کردید و تا ویدیوی دیگه فعلا.